درود به کل بینندگان عزیز تلویزیون ورزش. در پس منظری نزدیک شوی کور بازار زمستانی ترانسفری برنامه نوبتی ترانسفر در عمل را با فراگیری جالب ترین مطلب های جای داشته منظورتان میکنیم. هرچند که یوونتوس تا حال هست برای خریداری دوشان ولاخوویچ دو میکند، ولی کنته نو تعیین شده در تاتنهام هم نسبت چنین نفری سروی سخت شوکمند است. متخصصی در موسم نخستش در انگلیا عنوان قهرمانی با چلسی را گرفته بود، در باشگاه دیگری باشد نیت کرده است بازیگرانی به مثل دوشان ولاخوویچ از فیورنتینا، استفان دیوری و نیکولا بارلا از اینتر، مانوئل لاتزاری از لاتسیو و فرانک کسی از میلان را دعوت نماید. اما بر زمین اساسی ترین هدف ترانسفری کونته برای تیم نوش حمله‌ور منتخب سربیا از فیورنتینا دوشان ولاخوویچ می باشد. چطور معلوم است ولاخوویچ همزمان تحت توجه جدی سابق دسته کونته از تورین قرار دارد. دوشان ولاخوویچ در موسم جاری در 12 بازی 12 گل زده است و مربی ایتالیایی باشد این نفر خیلی پسند است. با ادامه سخن سر جهت اقتصادی فوتبال میتوان گفت که در این شب و روز تنبل ترین هم از ثروتمندی خاصه و نیت‌های کلان بازار کنونی عربیان نیوکاسل سخن میزنند. تغییرات نوبتی مربیگی در پرمیر لیگ انگلیا هم سر وظیفه را برای فوتبال بازان نیوکاسل چند پیش عربی شده آمدن سابق سرمربی بورنموث ادی هاو میباشد. پیشتر باشد اتلتیک دو نامزده اصلی را با وظیفه سرمربیگی زاغان و اینا هم اونای امری و ادی هاو را پیش بینی می‌نمود، ولی هرچند که هنوز سنه 2 نوامبر سرچشمه‌های خبری از انگلیا دیوید آرشتین از اتلتیک و میل سپورت و سپورت وان از اسپانیا در خصوص مربی من بعد نیوکاسل شدن امری گزارش میدادند، ولی پس از پیروزی بر یانگ بویز در لیگ قهرمان‌ها امری پیشنهاد نیوکاسل را رد نموده بود. اخیراً ادی هاو پس از 15 ماه بیکاری دسته سرپول را به کف کرد. پس از آنی که بارسا اخیراً خاوی را چون سرمربی نو در کمپ نو رسما معرفی نمود، با قول مخلصان جانب نیلوناری از این بعد زندگی در کاتالونیا رنگی دیگر میگیرد. سابق بازیگر دستان بارسا خاوی که پس از دوران موفق مربیگی در السد قطری اخیراً به نجات دسته محبوب شتافت، از این بعد برای برآوردن بارسلونای مقتدر از باطلاق بورانی دست به کار خواهد شد. هرچند که از نیت‌های اصلی فروختن کوتینیو در زمستان به یگون تیمی که نباشد الکی گپی درون و پیشین است، ولی خودی خاوی باشد از راهبریت بارسلونا خواستار شده است که برایش حمله‌ور معروفی بروسیای دورتموند ارلینگ هالند، نیم حمایتگر منچستر یونایتد پول پاگبا و حمایتگر سویلیا ژول کونده را خریداری نمایند. از روی معلومات ال ناسیونال خریداری کنی ارلینگ هالند هم برای متخصص 41 ساله و هم برای پرزیدنت بارسلونا از مقصدهای اصلی است. در این میان بارسا در ردیف ریال، PSG و یوونتوس نسبت پول پاگبا توجهی خاصه نموده، باشگاه کاتالانی در آرزوی طریق اجاره آوردن دانی اولمو از اربی لیپزیگ و کامپ نو است. دفاعگر مرکزی منتخب فرانسه ژول کونده را که سویلیا 80 میلیون یورو نرخ کرده است، فوتبالباز نوبتی است که برای راه اندازی کار خاوی ثمرآور خواهد بود. ولی سؤال مهم این است که بارسلونا در حال مفلس شوی قرار داشته با کدام مبلغ کل این طلبات خاوی دستان را به واقعیت تبدیل داده میتواند. در این میان ساموئل اومتیتی میتواند زمستان و بنفیکا به اجاره رود. باشگاه لیسابونی کوشش میکند که این فرانسوی 27 ساله را در ماه ینور به اجاره گیرد و تیم پرتغالی اومتیتی را چون عوض کننده لوکاس وریسیمو میبیند، نفری که از برای جراحت تا آخر موسم از قطار افتاد. استثنا نیست که بنفیکا اوید گزارش اومتیتی از بارسلونا زمان بازی پرتغالیا با بلاوگراناس در دور پنجم مرحله گروهی لیگ قهرمانان گفت و شنیدها را آغاز میکند. خبر میدهد ژورنالیست پدرو المیدا. در همین موسم باشد اومتیتی هیچ وقت به میدان نبرآمده است. این هم در حالی است که خود بارسا از اومتیتی خواستار شده است که در ماه ینور دسته را ترک نماید. کریستیان اریکسنی به قول مردمی همه را تلخ نموده در یورو باشد با برقراری وضع سلامتی دیگر باره آماده بازگشت به میدان فوتبالیست و چگونه که رسانه‌ها می‌نویسند اریکسن در فرصت‌های نزدیک گزارش به آیاکس انجام دادن است. به قول اریکسن مشکل قلب پیدا نموده در یورو 2020 در ایتالیا تمرین کردن برایش اجازه داده نشده است و از این رو او اینتر را ترک می‌کند.
محض با سبب آنکه در ندرلندها در مناسبت موافقتی به فعالیت ورزشی نظام‌ها اندک سبکترند، بازیگری دانیوی میتواند ادامه مسند ورزشی در تیم آیاکس نماید. ژورنالیست نیکولاس کیرا باشد خبر می‌دهد که در امضاکنی قرارداد با اریکسن آیاکس شوقمند بوده. در صف این تیم باشد کریستیان اریکسن از سال 2010 تا سال 2013 برآمد می‌نمود، پس از آنی که به تاتنهام گزارش انجام داد. پس از آنی که اساسی ترین بازیگران آیاکس چند موسم پیش پس از شهرتمندی خاصشان در لیگ قهرمان‌ها از دسته به هر طرف فراکنده شدند، همکنون در تیم آمستردامی کم نفران پراستعداد به مثال اندره آنانا مانده‌اند. اما دروازه‌بان کامرونی هم با اصراری رفتن از آیاکس از تمدیدکنی شرطنامه دست کشیده. طبق قرارداد پیشکی با انجام موسم فعلی چون فوتبالباز آزاد به اینتر گزارش می‌کند، جایی که معاش 3 میلیونی در یک سال خواهد گرفت. دروازه‌بان 25 ساله آیاکس از اینتر شرطنامه 4 ساله دسترس نموده. با همین میتوان گفت که مهلت مجازات 9 ماهه اندره آنانا وابسته به استعمال فرسیمید علاقه 3 نوامبر انجام شده بود. سابق سرمربی رئال مادرید باشد بازیگر فعلی رئال مادرید را برای روما خریدنی است و طبق چنین گپ خبرها حمایتگر رئال ناچو فرناندز در سری آ ادامه مسند ورزشی کردن میتواند. نسبت این بازیگر 31 ساله روما توجه خاصه داشته، چگونه که GFN با اقتباس از لا گازتا دلا سپورت مینویسد بازیگر اسپانی را در صف ریمیو خود ژوزه مورینیو دیدن می‌خواهد. رئال مادرید در این موسم باز برای عنوان قهرمانی مبارزه می‌برد. با همین هم رئال مادرید می‌تواند در این موسم یک قطار بازیگران را از دست دهد. احتمال می‌رود که گارت بیل، ادن آزار، ایسکو، مارسلو، لوکا یوویچ و خیسوس والیخو دسته را ترک می‌کنند. در این باره پایگاه خبری آیاس خبر داده است. در باشگاه دوره نو فرا می‌رسد که احتمال از موسم آینده کلیان مباپه ستاره اساسی باشد. کارلو آنچلوتی به دسته آمد که رهبریت به او باور دارد. متخصص طالبی دسته را خوب می‌داند، اما در حقیقت بودن بعضی از بازیگران گرانمزد باعث سرباری اقتصادی تیم شده است. طوری گفته می‌شود در باشگاه چند بازیگرانی هستند که حضورشان از جهت اقتصادی فایده‌آور نیست. اینها بازیگرانی به مثل ایسکو، مارسلو، آزار، بیل، یوویچ و والیخو میباشند. اکثر آنها در موسم آینده دسته شاهانه را ترک می‌کنند. این مشکلات مهم است که مادرید بدون کوشش زیاد از آن خلاص خواهد شد. مبلغ صرف کرده باشد برای امضاکنی شرطنامه با مباپه و تمدید شرطنامه بازیگران دیگر کلیدی و مثال وینیسیوس صرف می شود. در این میان باشد علاوه نمود که آزار و بیل 15 میلیون یورو در یک موسم، ایسکو 8 میلیون و مارسلو 5 میلیون، یوویچ 3 میلیون، والیخو 3 میلیون. کمتر از او در رئال تنها دروازه‌بان اندری لونین میگیرد. معاش گرفته با وجود از دست جواب دادن کل این بازیگران، رئال مادرید سالانه 54 میلیون حفظ خواهد کرد. ولی با وجود این ایسکو، مارسلو و بیل با انجام موسم فوتبالباز آزاد میشوند. چگونه که در برنامه پیشین هم از بالا خواستن ارزش ادیمی و دیگر باره افزودن نفوذ بازیگر جوان آلمانی میان ابردست‌ها گفتیم، علاوه میباید کرد که بروسیا دورتموند این نفر آینده دار را چون عوض کننده احتمالی ارلینگ هالند میبیند و علاقه به کریم ادیمی شرطنامه 5 ساله پیشنهاد هم کرده است. ادیمی نفر است واقعا هم رخشان و تابان در زمین فوتبال اروپا و نفر است که در PSG او را عوض کننده مباپه میبینند و در باواریا عوض کننده لیواندوفسکی و همکنون در بروسیا دورتموندی چون عوض کننده هالند است. ولی نمیدانم این آلمانی 19 ساله تا کجا به سطح و صفت فوتبالبازان نامور رسیدگی کرده میتواند. پس از توجه خاصه دورتموندی ها، حمله‌ور زالزبورگ با انجام موسم جاری میتواند ادامه مسند ورزشی در بوندسلیگا آلمانی نماید. در 12 بازی بوندسلیگا آستریایی این حمله‌ور 10 گل و 1 پاس گل‌آور درآمد دارد. در برابر توجه تیم‌های نامبرده نسبت کریم ادیمی، همچنین رئال و اتلتیکو آلاکای با اگنت حمله‌ور 19 ساله منتخب آلمان گفت و شنیدها کردند. از روی معلومات سپورت دی اگنت ادیمی چند روز پیش در مادرید بوده است و خود کریم باشد در خصوص آینده خویش در آخر ماه نوامبر قرار می‌برد. شرطنامه ادیمی با آربی زالزبورگ باشد تا سال 2024 مهلت دارد. خلاص که قصه های پرپیچ‌تری اطراف گزارش مباپه به رئال و ایستادن های او در پاریس تا حال انجام نیافته و ما داستان دیگری فوتبالی را ورق‌گردان خواهیم کرد. هرچند که ما کلی 3-4 روزنامه اخیر ترانسفری از فروش احتمالی کوتینیو سخن میزنیم و بارسا هم در زمستان امکانیت قله فروش کوت رو به نیوکاسل در دل میپرورد، ولی زاغان توجه خود را
به بازیگری دیگری بارسلونا کردند. نوابسته به آنکه بارسا چند سال باز از کوتینیو خلاص شدنی است، ولی نیوکاسل پولدارترین در بازار میخواهد دروازه‌بان اساسی کاتالونیا مارک اندره ترشتگن را پر عوض 55 میلیون یورو به دست دارد. چگونه روشن است برای نیوکاسل نوکک عربی شده یافتن پول در خریداری دلخواه بازیگر مشکل نیست، ولی اگر تا انجام موسم جاری با پرمیر لیگ انگلیا خیر و باد نگوید، کلی نقشه‌های تابستانی نیوکاسل یونایتد به خوبی پیش خواهند رفت. شبکه پایگاه اطلاعاتی ال ناسیونال می‌رساند یکی از هدف‌های اصلی باشگاه انگلیسی دعوت دروازه‌بان 29 ساله آلمانی برای عوض 55 میلیون یورو میباشد، ولی مشکل اینجا البته که راضی کنونیدن خود ترشتگن برای گزارش میباشد. اما به نظرم در ورزش معاصر وقتی گپ سری مبلغ کلان میرود، دلخواه بازیگری نامرد به زودی راضیگی خواهد داد. این بود فرجامی برنامه ترانسفر در عمل. تنسیت بمانید.